کاربردهای شگفت‌انگیز گراک 3 هوش مصنوعی ایلان ماسک برترین هوش مصنوعی جهان در پژوهش قسمت اول. یکی از دغدغه‌های مهم پژوهشگران عزیز ترجمه درست متون تخصصی و علمی به زبان انگلیسی هست که گراک 3 در این زمینه عملکرد فوق‌العاده‌ای داره. در اینجا من فایل ورد مقاله رو به فارسی بهش دادم و ازش خواستم که اینو به زبان انگلیسی نیتیو و آکادمیک ترجمه کنه. همونطور که میبینید با سرعت خیلی زیادی شروع به ترجمه کرده و اگر چک کنید میبینید که هیچ گونه اشکال گرامری و نگارشی نداره و کاملا به حالت آکادمیک ترجمه شده. حالا یک مقاله انگلیسی بهش میدیم و ازش میخوایم که اینو به زبان فارسی سلیس و روان آکادمیک ترجمه کنه و همانطور که مشاهده میفرمایید اومده مقاله رو کامل و حرفه‌ای بدون محدودیت به فارسی ترجمه کرده. گراک 3 در پژوهش قابلیت‌های بیشماری داره که انشالله در قسمت‌های آینده به اون خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. کاربردهای گراک 3 برترین هوش مصنوعی حال حاضر جهان، هوش مصنوعی ایلان ماسک در پژوهش قسمت دوم. کاربرد گراک 3 در یافتن مجلات داخلی و بین‌المللی معتبر. خب برای این مورد من یک پرامپت آماده کردم، عنوان و چکیده فرضیمو بهش دادم و اونو کپی گرفتم، وارد grok.com شدم و این پرامپتمو اونجا پیست دادم. خب این شروع کرد به یافتن 10 تا مجله مناسب طبق درخواست من. خب چیزایی که گزارش داده نام ژورنال، ناشرشه، ضریب تاثیرشه، حوزه تخصصیشه، مدت زمان بررسی داوری، دسترسی آزاد یا اشتراکیشه، هزینه انتشارشه، رایگان بودنشه و لینک وبسایت و اینکه داخلی یا بین المللی و اینکه آیا از داخل ایران هم مقاله چاپ کرده یا خیر رو اینجا آورده. خب این پایینم دلایل پیشنهاد این مجلات رو گفته و هشدارهایی در مورد برخی از مجلات که ممکنه سختگیرانه پذیرش بدن و آورده و اینکه در ارتباط با ایران آیا مقالات این ژورنال ها پذیرش داشتن یا نه صحبت کرده و ابزارهای بیشتر برای جستجو رو گفته و نکات تکمیلی هم گفته. پرامپت رو داخل کپشن براتون قرار دادم. برای آشنایی با قابلیت‌های بی‌نظیر گراک 3 در قسمت‌های بعدی همراه ما باشید. کاربرد گراک 3 در پژوهش قسمت سوم. کاربرد گراک در فرمت بندی و سابمیت مقالات. خب من اینجا پرامپتی که تو کپشن براتون قرار دادم و براش میفرستم و این شروع میکنه به یک بررسی اولیه. اینجا خب گفتی که لینک ژورنال و فایل مقاله رو بفرستید تا مراحل رو انجام بدم. ژورنال مد نظر من این ژورنال هست و لینکش رو من اینجا کپی میکنم و اینجا قرار میدم و فایل مقاله من آپلود میکنم. خب مرحله اول اومده الزامات ژورنال رو مورد بررسی قرار داده. بعد مقاله ما رو طبق فرمت ژورنال در آورده. این قسمت راهنمایی های لازم رو انجام داده. ببینید چکیده رو نوشته، مثلا چند کلمه اصلا من روانترش کردم، ساختار متن، فونت و فاصله گذاری، جدول ها. بعد اومده جالبه، اومده اینجا کاور لتر برای من تهیه کرده، کاور لترش هم نوشته و در نهایت فایلمو برای سابمیت مقاله آماده کرده. نکات نهایی هم گفته و راهنمایی کرده که من چجوری مقاله‌مو بیام و سابمیت کنم. قابلیت‌های گراک 3 در پژوهش خیلی زیاده که انشالله در قسمت‌های آتی بهش میپردازیم. قسمت‌های قبلی هم ببینید که مطمئنم به دردتون میخوره. کاربرد گراک 3 در پژوهش قسمت چهارم. میدونستید میتونید با کمک گراک 3 یک مقاله خوب از پایان نامه یا رسالتون استخراج کنید؟ فقط کافیه فایل پایان نامه‌تون آپلود کنید و این پرامپتی که من تو کپشن براتون قرار دادم و بهش بدید و همچین مقاله خوبی رو دریافت کنید. برای امنیت بیشتر قبل از آپلود پایان نامه‌تون بیاید این قسمت بالا سویچ تو تمپرری چت رو فعال کنید تا به صورت چت موقت در بیاد و فایل پایان نامه‌تون 30 روزه از تمام سرورهای گراک پاک بشه. قابلیت‌های گراک 3 در پژوهش خیلی زیاده. حتما قسمت‌های قبلی رو ببینید و برای دیدن قسمت‌های بعدی ما رو همراهی بفرمایید. کاربرد گراک 3 در پژوهش قسمت پنجم. کاربرد گراک در داوری مقالات.
وارد grok.com بشید، چت موقت رو فعال کنید. حالا فایل مقالتون که یافته‌هاش حذف کردید آپلود کنید و این پرامپتی که در کپشن قرار دادم رو بفرستید. اگر در مورد نحوه ورود به گراک مشکل دارید، در پست‌های قبلی کامل در این مورد توضیح دادم. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید اومده بخش‌های مختلف مقاله رو آنالیز کرده و مورد بررسی قرار داده و بهش امتیاز داده، نقاط قوت و ضعفش گفته و پیشنهاداتی برای بهبود مقاله داده و یک امتیاز کلی هم به این مقاله ارائه کرده. خب اگر به این پیشنهادات عمل کنید احتمال اکسپت مقالتون بالا میره. لطفاً برای آموزش‌های بیشتر ما رو همراهی بفرمایید. کاربرد گراک 3 در پژوهش، قسمت ششم، کاربرد گراک 3 در یافتن رفرنس های گم شده متون. کافیه که وارد grok.com بشید، این پرامپتی که اینجا قرار میدم رو بدید و اینجا مد نظرتون رو قرار بدید، ارسال کنید. خب اومد از بین مقالات 5 سال اخیر اون منبعی که بیشترین پشتیبانی رو از محتوای شما ارائه میکنن و ارائه داده، اسم ژورنال آورده، نویسنده هاش آورده، منابعش رو کامل آورده که نیاز داره مورد بررسی قرار بدید و گفته که چرا این منبع مناسبه و میتونه جزء رفرنساتون قرار بگیره. برای دیدن آموزش‌های بیشتر در مورد کاربرد گراک 3 در پژوهش، آموزش‌های قبلی و بعدی رو حتما مشاهده بفرمایید. کاربرد گراک 3 در پژوهش، قسمت هفتم. اگر ساعتها وقت میذاری که یک پرسشنامه استاندارد و با منبع معتبر پیدا کنی، باید بهت بگم که گراک 3 فقط در عرض چند ثانیه این کار رو برات انجام میده. فقط کافیه پرامپتی که داخل کپشن قرار دادم و بهش بدید و تمام. همانطور که مشاهده می‌فرمایید نه تنها پرسشنامه رو پیدا میکنه، بلکه منبع کامل اون همراه با روای پایایی هم بهمون میده. اگر به کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش علاقه‌مندی، بهتر آموزش‌های قبلی ما رو ببینید و منتظر آموزش‌های بعدی ما نیز باشید.